به نام یاد خدای مهربان، عرفان محمدی هستم در خدمت شما با درس دوم زبان انگلیسی، حروف زبان انگلیسی از نگاه تلفظ. قبل از اینکه درس شروع بکنیم میخوایم با چند تا مثال برای شما ارزش این درس نشان بدم که اصلا ما چرا وقت خدا بگذاریم و این درس رو گوش بکنیم. برای شما مثل تا مثال دارم، اگر لطف کنین میشه بخونین. چه خوانده میشه؟ اولیش پپل، خب دومی در، سومی سپک. به نظر که جالب نیست، درست؟ احساس میکنیم که نمیتونیم بخوانیم، یا بهتره بگوییم که نمیتوانیم که تلفظ بکنیم. خب چرا تلفظ نمیشه؟ بیاین اینها را ساده ترش بکنیم. اگر در همین مثالی که داریم پپل، اگر اولش یک ای اضافه بکنیم و آخرش ای، نظرتون چیست؟ چی خوانده میشه؟ اپل، یعنی سیب. خیلی عالی، این که شد. پس تونستیم که این را تلفظ بکنیم به خاطر که اولش ای و آخرش ای اضافه کردیم. خب بیم دومیشو بخوانیم. اگر بین دی و آر ما 2 تا او اضافه بکنیم چی خوانده میشه؟ دور. الان میشه تلفظ کرد دور، یعنی دروازه. و آخریش هم سپک. بعد پی اگر ما ای و ای اضافه کنیم سپک یا سپیک، بله تلفظ میشه سپیک، یعنی صحبت کردن. اینجا هست که ما ارزش تلفظ را میفهمیم که چه زمانی ما میتونیم تلفظ بکنیم. خب ای اینها چی هستن؟ این 2 تا او که آمده چی هستن؟ اینها حروف صدادار هستن. مابقی که هستن حروف بی صدا هستن، یعنی پی، ال، دی، آر، کی. اینها که هستن حروف بی صدا هستن و حروف ای، او حروف های صدادار هستن. یعنی اگر در بین حروف بی صدا حروف صدادار نباشه کلمه ما صدا نداره. به این خاطر هست که ما نیاز داریم که در بین کلمات خود ما حروف صدادار داشته باشیم تا بتوانیم آنها را تلفظ بکنیم. پس میشه نتیجه گرفت که هیچ کلمه‌ای نیست که حروف صدادار نداشته باشه. هر چیزی که شما میبینین، floor، carpet، door، wall، car، blanket، mobile، تمامی کلماتی که شما هم میبینین حروف صدادار یا حروف نیمه صدادار را در خود دارن. پس بریم درس شروع بکنیم. حروف زبان انگلیسی از نگاه تلفظ به 3 نوع می باشه: حروف صدادار، حروف نیمه صدادار و حروف بی صدا. حروف صدادار که برای شما گفتم ای و ای، ولی ما بیشتر داریم. حروف صدادار در مجموع 5 تا هست: ای، ای، آی، او، یو. یک از ویژگی های حروف صداداری است که وقتی که شما میخواین تلفظ بکنین لبهای شما یا دندان شما درگیر نمیشه. مثلا وقتی که شما میخواین بگوین بی، 2 تا لب باید به هم بخوره، یا اگر میخواین بگوین اف، 2 تا دندان های پیشرویی باید به لب پایین بخوره که اف تلفظ شود. ولی حروف مثل ای، آی، او، یو مثلا میگین ای، آی، او، یو، ببینید لب مثلا به لب نخورد، به دندان نخورد و خیلی راحت و سلیس ادا میشه. این یکی از ویژگی های حروف صدادار. اینجا شاید یک سوال باشه که خب ما اینجا حروف نیمه صدادار هم داریم، چرا اینا رو نیمه صدادار میگه و اصلا چرا ما داریم، چرا ما 2 تا نداریم؟ به خاطری که حروف نیمه صدادار در اصل 2 تا هستن، W، Y. اینها بعضی وقتا صدادار میشن در بین کلمات، بعضی وقتا بی صدا میشن که در درسای بعدی انشالله با تفصیلات بیشتر اینا رو مطالعه میکنیم. دلیلش هم که اینها رو نیمه صدادار میگن به خاطر از است که گاهن بی صدا هستن و گاهن هم صدادار. حروف بی صدا هم هستن، حدود 19 تا می باشن که عبارتند از B، C، D، F، G، H، J، K، L، M، N، P، Q، R، S، T، V، X
و Z. 19 تا بی صدا، 2 تا نیمه صدادار و 5 تا هم صدادار داریم. این 3 بخش لازم ملزوم همدیگه هستن. ارزش اینها در کنار همدیگه هست. نمیتونیم بگوییم که صدادار ارزشی بیشتر است یا بی صدا ارزش بیشتر است، به خاطر که اینها باید کنار همدیگه باشن، مثل ارزش روشنایی روز و تاریکی شب. به همین دلیل هست که بعضی حروفی هم هستن مثل BBC یا CNN یا KFC به صورت جدا جدا خوانده میشن، چون که اینها در بینشان واول نیست و اینها را به صورت مختلف یعنی جدا جدا خوانده میشن. که اکثر این هم که هستن حروف هستن که ابریویشن یا اختصار هم برش گفته میشه که نمایندگی از یک چیز دیگه میکنن. مثلا خود KFC که هست کلمه نیست، بلکه از 3 کلمه مختلف تشکیل شده. K یعنی کنتاکی، F یعنی فراید و C هم یعنی چکن، یعنی مرغ سوخاری کنتاکی که را با هم یک جای کردن شده KFC. در عناوین و جاهای دیگه هم که هست ما از استفاده میکنیم.